6 تا از پرتکرارترین سوالایی که توی دایرکت ازم میپرسی رو میخوام بهت جوابشو بدم. به نظر شما بدترین پارچه برای دوخت کت چیه؟ از نظر من کرم. هم آب رفت خیلی زیادی داره و هم با اتوی مستقیم برق میفته. برای اینکه کت رو تن وایسه و نریزه پارچه مهمتره یا الگو؟ قطعا انتخاب پارچه. چطور پارچه کشی رو بدون مجرا شدن بدوزیم؟ هم میتونی الگوتو لقه گیری کنی و هم میتونی از نوار لقه گیر استفاده کنی. اتو تو خیاطی چقدر مهمه و کی باید استفاده بشه؟ 80% کار اتوکاریه و مرحله به مرحله باید کار اتو بشه. الگوی آماده بهتره یا الگوی شخصی؟ الگوی آماده برای روش‌های تجاری عالیه ولی برای مجلسی جواب نیست. ولی اگه همونو شخصی سازیش کنی خروجی عالی داری. و سوال آخر، چقدر طول میکشه که تو خیاطی به کسب درآمد برسی؟ بستگی به استعداد و تلاش خودت داره، ولی با دوره‌ای که قراره تو 2-3 ماه آینده در اختیارت قرار بدم بهت میتونم قول بدم که خیلی سریع به کسب درآمد برسی.